سبحان الله، گویا که امروز همین رو میبینیم. زنی که پوشیده هست اما در اصل همه چیز در او کشاده هست. زبانش، دهانش کاملا کشاده است. هرچی به زبانش آمد با اون سطرش میکند. دست و پایش کشاده است. زنهایی که با حجاب رقص میکنن امروز در یوتیوب کم نیستن. آره میگن عرب ها هم همین گونه، دیگر ملت ها هم همین گونه، ولی ما اسلامی خود را از عرب نمیگیریم. ما اسلامی خود را از صاحب شریعت، از پروردگار و از پیامبر پروردگار صلی الله علیه و سلم و از شاگردانشان میگیریم. نمی شود که بگویم ترک ها رقص دارند با حجاب، ما هم رقص میکنیم، و عرب ها رقص دارند ما هم رقص میکنیم. یعنی زنهایی که با حجاب میرقصند، تصور کنید یک زنی مسلمان با حجاب اسلامی وقتی بین مردها میرقصد، از اون حجابش چی فایده دارد؟ او حجاب را پوشید تا زینت خود را پنهان کند، خود را از نظر مردها پنهان کند. بعدا برآمد و در بین آنها رقصید. آن هم رقص هایی که دیگر با نمیدونم کیها و کیها آنجا میرقصد. یا یک دانشجو گویه، یک دخترک حجاب داره که برای ختم دانشگاه و عروسی دوستش و چیزی دیگر میبراید و با حجاب اسلامی طرز میرقصد که ای کاش میگوید این حجاب نمی داشت، یا کاش این نمی رقصید، در خانه اش بدون حجاب باشد هم می نشست. چیزی دیگر عزیزان، مسئله این که گفتیم کاسیتون آریات، پیامبر میگن اینها پوشیده هستند و در اصل کشاده هستند. امروز میبینید خواهرانی که نمیدونم اینها عیناً همون معیلات و ممیلات هستند که برای دقت جلب کنی باشد، حجاب در سرشان هست، با چند کیلوگرم کسمت و زیب و زینت جلوی دوربین با مردها صحبت میکنند. یا در ایما باشد، در اینستاگرام باشد، در یوتیوب باشد، در هر کجا باشد میبینی که عکس خیلی خوشروی خودش رو با شوهرش یا با کودکش یا تک و تنها با 1001 نمود زیب و زینت مونده است. این در اصل همون برهنه است که پیامبر گفتند با تو حجاب چی فایده دارد؟ این همه زیب و زینت خود را اگر تو با حجاب نشان دهی، چه خیلی گفتم، شاید که حجاب فقط برای زیب و زینت اینها قبول کردن، یا همچون فرض الله. کسی که حجاب رو همچون فرض الله پوشید، او که با زیب و زینت اون حجاب رو آراسته نمی کند، با 1001 ماده نو و هرچی قیمتش قیمتتر و مخصوص حجاب یا سطرهای ترکی و دبی گویان آن را جدا نمی کند.